سلام. امروز با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. میخوام در مورد ماینر بیت کوین باهاتون صحبت بکنم که خودم با این ماینر کار کردم، ازش برداشت کردم، بالاخره تونستم موفق بشم که از این ماینر یک برداشتی بزنم و یا حالا اونو با شما در میون میذارم. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنین، کانالمون رو سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندیم. بریم سراغ ماینر. خب دوستان ببینید، بریم توی این قسمت این ماینر بیت کوین و بیت کوین ماینینگ. یه ماینر بیت کوین هستش که باز میکنیم این خب بیت کوین ماینینگ پلنز. ببینید این ماینر هر 8 ساعت یه بار باید ما بیایم اینو کلایم کانترکتش کنیم. اینجا که اکتیو نوشته الان این وسط اینجا این باید بشه میشه غیر فعال میشه، باید بزنیم کلایم کانترکت رو بزنیم تا فعال بشه. الان مال من فعال هست، داره کار میکنه، یعنی مثلا تقریبا حالا دقیقا ساعتش رو یادم نیست چه ساعتی زدم، ولی خب هنوز 8 ساعت نشده که این استوب کنه. هر 8 ساعت یه استوب میکنه، دوباره باید بیایم کلایم کانترکت بزنیم تا شروع به کار بکنه. توی این قسمت پایین سمت چپ تو ماینینگیم الان. این پایینه که ببینیم در سمت چپ رو ببینیم نوشته ماینینگ. خب حالا میایم تو قسمت کانترکت. تو قسمت کانترکت ببینیم من یه دونه فری کانترکت داشتم که یکی از جایزه ها بوده که خودش میداده. مثلا هر حالا دقیقا شاید مثلا روزی یه بار، هر 2 روز یه بار بالاخره یه جایزه میده که کلایم ریوارد میزنیم به این قسمت همینجاست. یه جز میاره این قسمت آخره معمولا. آره به این قسمت ارن مور میاره چز میکنه میزنه به جایزه میده. ما باید رو دکمهش بزنیم کلایم ریوارد بزنیم تا کار بکنه. الان چون من فعال کردم اینو و 8 ساعت تموم نشده نمیتونم اونا رو بهتون نشون بدم که چی کار داره میکنه، چه جوری کار میکنه. چیز خاصی نیست، فقط دکمهشو میزنی ریوارد رو میگیره، شروع میکنه به کار کردن، ماین کردن. کانترکت هم که کلایم بزنی اونم شروع میکنه به ماین کردن. در حال حاضر اینجا نوشته next available in 4 ساعت و 29 دقیقه و خورده، یعنی 4 ساعت و نیم دیگه مونده که این جایزه ریوارد بعدیمو بخواد بهم بده که من بتونم فعالش بکنم. حالا توی قسمت همین ماینینگ وقتی بیایم این وسط نوشته add not available یا show offers. ببینید این دوتا اصلا ما کار نمیکنه. اینجا اصلا این دوتا بسته است، کار نمیکنه. ولی تنها چیزی که داره ماین میکنه خود ماینره که داره کار میکنه. این بالای صفحه اگه نگاه کنیم مشخص میشه که داره هی چیز میندازه و شاید بشه با مثلا چیز، شاید بشه با مثلا فرند بگیری و این کارا رو بکنی، مثلا رو اونم یه رقمی مثلا برامون جایزه بده، مثلا چیز باشه. ولی من تا حالا چیز نکردم، من فرند نگرفتم، زیر مجموعه گیری و این چیزا اصلا نکردم. حالا تو قسمت کانترکت موقعی که غیر فعال میشه این بالا که سمت راست نوشته اکتیو اینم
غیر فعاله. شما اونجا هم باید مثلا اینجا هم میتونی بزنی کلایم کانترکت بزنی، شروع کنی به کار کردن. این قسمت برای تو والت بزنی، قسمت والت رو که میزنی برای برداشت حالا این بیت کوینی که ماین کرده بخوای بریزی تو کیف پول، از اینجا میتونی بریزی. حالا مسئلهش اینجاست که ببینید من اینو تقریبا از حدودای فکر کنم اردیبهشت بود این ماینر رو فعالش کردم، روشنش کردم که کار بکنه. بعد تا مرداد طول کشید رسیدم به سقف برداشت. ببینید اینجا این ویدرو که بزنیم میان توی این قسمت این پایین نوشته مینیمم 20 ساتوشی، یعنی باید حداقل 20 تا ساتوشی داشته باشی. 10 تا ساتوشی هم کارمزد برمیداره. حالا من در تقریبا از اردیبهشت تا مرداد میشه اردیبهشت، خرداد، تیر، تقریبا 3 ماه طول کشید که 20 ساتوشی 22 تا ساتوشی این تقریبا 20 همین حدودا رسیدم که برداشت بزنم. به محضی که اینجا کانفرم رو زدم و یه سو زدم و همه اینا، یهو دیدم که میگه که تو باید کانکت بشی با یه اکانت جدید. بابا من اکانت دارم، با اکانت وارد شدم، هر چی گفتم هر چی میزدم چیز راه دیگه نداشتی، باید میزدی نیو اکانت میزدی، نیو اکانت میزدیم ارور میداد. تقریبا 1 ماه یعنی تا شهریور، اوایل شهریور من چیز بودم درگیر کانکت شدن اکانت هم بودم. بعد که موقعی که همینطوری نشسته بودیم ای داشتیم اینو دکمه رو می‌دیدیم، یه دفعه خود به خود کانکت شد، اصلا نفهمیدیم چرا چه جوری، ولی بالاخره شد دیگه، کانکت کرد. وقتی کانکت کرد گفتم خیلی خب حالا که کانکت شد ورش داریم. خب همونجا اجازه بدین من بیام توی این قسمت اینجا بهتون نشون بدم. ببینین من به 33 و خورده ای رسیده بودم، 33.44 ساتوشی رسیده بودم. بعد نمیشه ارنینگ اینقدر ویدرو بالم منفی 33 و خورده ای بوده، یعنی کل این مبلغ رو زده بودم برداشت کن. خب این 10 تا از من گرفت شد 23 و خورده ای، این خورده هاش هم ازم گرفت 23 تا زد تو والت من، سریع هم زد. یعنی من گفتم بزن بلا فاصله فرستاد تو والت، داخل والت ساتوشی آف والت آف ساتوشی. حالا اون والت هم بهتون نشون میدم که چه جوری هستش. بعد خب تو الان شما تو این صفحه داری تاریخچه برداشت منو میبینین، اصلا ببینید مثبت 33 خورده ای بوده، منفی 33 یعنی برداشت کردم ازش که 10 تاشو ازم گرفت، به اضافه این خورده ها که میگیره 23 تا میده. حالا یه مسئله ای که هستش این اسمش ماینر بیت کوینه، منتها شما تو همین صفحه این بالا نوشته سمت راست نوشته فرمت، این فرمت رو باید بزنین باز بشه. ببینید میکرو بیت کوین، میلی بیت کوین، بیت کوین به ترتیب از بالا که میایم، هیچ کدوم اینا رو نباید بزنین. ساتوشی، میلی ساتوشی، این ساتوشی رو باید بزنین، یعنی از بالا چهارمی، همین یکی مونده با آخر، باید فرمتش روی ساتوشی باشه. خب فرمت باید روی این ساتوشی باشه. رو بیت کوین بذاری من امتحان نکردم ولی توی کانالایی که توی یوتیوب نگاه میکردم دیدم میگن که باید حتما روی ساتوشی باشه.
حالا ما هم گذاشتیم رو ساتوشی ببینیم چجوری برداشت میکنه دیگه. بعد برای برداشتش هم میای ویدرا رو میزنی. خب اینجا داره بهتون میگه که حتما باید اون کیف پولی که داری استفاده میکنی از بیت کوین لایتینگ باید با اونا کار بکنه. باید مطمئن باشی که با اون داره کار میکنه. خب اینجا مبلغ چیزو میزنه، مبلغی که میخواین انتقال بدین. من اینجا میزنم آل. ببین معلوم فعلا 5.7 دارم. این 5.7 نزدیک الان فکر کنم 2 هفته شد. یعنی من 2 هفته پیش برداشت کردم تا الان 5.7 ساتوشی بهم داده دوباره. خب اینجا آدرس کیف پول رو باید کپی پیست کنیم که اونم برای کپی پیست اون ببینید این پایین سمت چپ نوشته والت آف ساتوشی. این والت آف ساتوشی رو اگه ما بازش بکنیم داخلش رو ببینیم، ببینید الان اینجا 23 ساتوشی دارم ولی این ساتوشی اسه. حالا میگم ساتوشی اس چیه جریانش. خب این 23 تا رو ریخته تو داخل این والت آف ساتوشی من. حتما هم باید همین باشه. میگفتن باید این والت باشه، والت های دیگر بذاری آدرس بدی کار نمیکنه، نمیفرسته. منم به تبعیت از اونا حالا اومدم همین کارو کردم. ببینید این پایین نوشته 13 days ago، یعنی در از 13 days ago. خب و من 13 روز پیش این انتقال انجام دادم. خب الان تقریبا همون 13 روز طول کشیده که دوباره این بیت کوین این ماینر کار کرده تا 5.7 به من ساتوشی بده. خب حالا بریم سر چیز. ببینید این رسیو رو میزنم. خب این آدرس رو میده، کپی میکنم. خب میریم داخل ماینر، اینجا میگیرم پیستش میکنم. خب حالا کانفرم. یه بار دیگه بزن. چرا پاک میکنی سریع؟ نمیذاری من بخونم. اینجا داره ببینین دقیقا درست شد. داره میگه این کادر قرمز، این صفحه قرمز داره میگه داری زیر 20 ساتوشی میخوای انتقال بدی که نمیتونی کارو کنی باش دیگه. داره اینو میگه. این اگه من 20 ساتوشی داشته باشم 10 تاشو میگیره، 10 تا بهم میده. اون کار نداره. این هر تراکنش شما 10 ساتوشی ور میداره، چه 20 تا باشه چه 100 تا باشه. خب پس ببینید زیر 20 تا نمیتونیم. حالا اگه 20 تا بشه میشه برداشتش کرد. بعد حالا ببینید البته این ماینر چیزای